اعترافهای اجباری و مجبور کردن افراد که یک سری بیاند یک سری صحبتها را امضا کنند که انجام ندادن و این اعترافات دروغین، این برخلاف صداقت و برخلاف دیانت و چیزی که دین این را قبول نداره. جز صداقت چیز دیگری نباید باشه. صادقانه تکبیر. متاسفانه در همون جریانات ماسا که پیش آمد و اینجا او حادثه بسیار تلخ و ناگوار 8 مهر پیش آمد، بس او زمانه همین شد که اینها همه تجزیه طلب بودن و گروه که بودند اینجا که اینجا آمدند و مردم کشتن. ولی یک حکمتی که به کار رفت همین که امنیت حفظ شد که این واقعیت برملا بشود و در نتیجه همین صبر و همین جستجو و تلاش و دفاع از صداقت و واقعیت الحمدلله آخر به آفتاب از همون زمانه گفته شد که آفتاب پشت ابر نمیمانه، واقعیت روشن می شود. واقعیت روشن شد که نه اینجا تجزیه طلبی بوده و نه گروهکی بوده. بله و اقرار کردم خود مسئولان، بعضی البته همون وقت هم و دفاع کردن بودن توی مسئولان، بعضی که گفتن که واقعیت باید در نظر گرفت بشه، حقایق روشن بشه. متاسفانه این مسائل پیچیده تر میکنه وقتی که در گزارش ها واقعیت رعایت نشود و حقایق گفته نشود و دروغ باشه و بیشتر دشمنی ها تحریک میشوند. دل مردم روز بهتر تسلی شد که واقعیت برملا شد، حقیقت روشن شد که چه شده است. حالا او گذشت ولی بالاخره حال ولی بینا مانده میمانند توی تاریخ و توصیه ما به همه طرفانه که جز صداقت جز واقعیت چیز دیگری به زبان نیارم. الله تعالی عاقبت همه ما را بخیر کنه و دعا میکنیم که الله تعالی تمام کسانی که در این حادثه جان دادند و در حوادث گذشته کشته شدند، شهدای جمعه خونین و تمام شهدا را الله درجات عالی نصیب بکنه. همه کشته شدگان الله تعالی مغفرت کنه و درجه نصیب بکند و الله تعالی مجروحین و زخمی ها را شفای عاجل و کامل و تمام کسانی که گرفتار شدند الله تعالی وسیله آزادی اونها را فراهم بکنه.